پس از اینکه پارسا در فارس مستقر شدن، خانواده سلطنتی انشان قدرت گرفت. پسر چیشپیش کوروش اول جانشین شد و سلسله رو ادامه داد. کمبوجی اول پسر کوروش اول که به پادشاهی رسیده بود با ماندانا دختر آستیاگ ازدواج کرد. در زمان این ازدواج هوخشتره پدر آستیاگ شاه ماد بود. طبق افسانه‌های هرودوت آستیاگ خواب دید که نوش امپراتوریش رو نابود میکنه. کوروش کبیر نوه آستیاگ حدود 500 پیش از میلاد در انشان متولد شد. آستیاگ دستور داد نوزاد رو بکشن و جسدش رو به حیوانات بدن. اما هارپاگوس وزیر آستیاگ نتونست این کار رو بکنه و نوزاد رو به یک چوپان به نام میترادات داد. چوپان و همسرش اسپاکو کوروش رو مثل پسر خودشون بزرگ کردن. کوروش در کودکی اسب سواری یاد گرفت و روحیه رهبریش شکل گرفت. وقتی هویت واقعی کوروش کشف شد، نه تنها پارس‌ها رو متحد کرد بلکه پایه‌گذار امپراتوری هخامنشی شد.